درود عزیزان، به کانال خودتون خوش اومدید. من توی این چند هفته گذشته پیام گرفتم خیلی از دوستان که برای آمادگی امتحان چه مطالبی رو کار بکنیم. من این سایت رو قبلا براتون معرفی کردم ولی مجددا من لینکش رو میذارم توی زیرنویس ویدیو و بهتون نشون میدم که چجوری میتونید توی این سایت مطالب رو پیدا کنیم. ببینید وقتی وارد میشین نوشته پروفونس ماتریالین، بعد که میریم پایین تر اونلاین اوبونگستست، بعد A1 A2 B1 B2 هستش. به طور مثال من اگه وارد B1 بشم روی این گزینه که کلیک میکنیم تایل 1 hören، بعد روی گزینه میزنیم zum starten hier klicken، بعد تستمون میاد. حالا میتونیم با هم دیگه گوش بدیم. Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, im zweiten Stock eröffnet heute unser Restaurant. Sie können daher zu besonders niedrigen Preisen essen. Für jeden Besucher gibt es außerdem ein Begrüßungsgetränk. Folgen Sie einfach den rosa Luftballons zum neuen Restaurant im zweiten Stock, gleich neben dem Friseur. خب الان سوالمون هم اینجا هستش، یعنی تمام این تمرینات به صورت آنلاینه. سوالمون اینه که das Restaurant im Einkaufszentrum verschenkt zur Eröffnung. verschenkt، اینجا کلمه verschenkt مهمه، یعنی چه چیزی رو گشنک میده این رستوران. حالا فکر کنید ببینید چه چیزی رو برای Eröffnung گشنک میده. ein Getränk, rosa Luftballons, ein Essen. خب من دوباره اینو میذارم که گوش بدین، چون معمولا توی تست گزینه بخش اول و بخش دوم دوباره میتونین گوش بدین. دوباره مجدد اینو پخشش میکنم. Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, im zweiten Stock eröffnet heute unser Restaurant. Sie können daher zu besonders niedrigen Preisen essen. Für jeden Besucher gibt es außerdem ein Begrüßungsgetränk. Folgen Sie einfach den rosa Luftballons zum neuen Restaurant im zweiten Stock, gleich neben dem Friseur. خب عزیزان فکر میکنم دیگه همه الان میدونید گزینه درست ein Getränk هست، چون که گفتش که ein Begrüßungsgetränk براتون داریم، یعنی Begrüßung یعنی به عنوان خوش آمدگویی یک Getränk براتون داریم. بعد میتونید روش کلیک بکنین و weiter ببینید جواب صحیح بود. gut gemacht, weiter so, 1 von 1 richtig. همینجوری میتونید weiter سوالات بعدی رو هم ببینید. مثلا این سوال Wiener Gebietskrankenkasse, guten Tag. Ihr Anruf wird schneller bearbeitet, wenn Sie eine der folgenden Nummern wählen. Bei Fragen zu An- und Abmeldung drücken Sie bitte die 1. Bei Fragen zu Angebot, Leistungen und Service drücken Sie bitte die 2. Wenn Sie Ihre E-Card verloren haben oder eine neue bestellen möchten, drücken Sie die 3. Für Auskünfte zu Kur- oder Spitalsaufenthalten drücken Sie bitte die 4. Für alle weiteren Fragen wählen Sie bitte die 5. Vielen Dank. خب دوستان جواب چی بود؟ آخرش گفتش که در مورد شپیتال آفنتهالت، همون کرانکن آفنتهالت، کرانکن آفنتهالت، در واقع به جای کلمه کرانکن هاوس گفته با شپیتال آفنتهالت که میشین شماره 4. خب پس عزیزم من اینو معرفی کردم براتون. حالا میتونید همتون لینک هم که میذارم بستگی به سطحتون داره، توی سطح خودتون سوالا رو انتخاب کنید و تمرین بکنید به صورت آنلاین برای امتحان. من دوباره مجدد برمیگردم و بهتون نشون میدم صفحه‌شو. اینجا تستای A1 هست، A2 B1 و B2 هستش. موفق باشید. اگر بازم سوالی بود برام بنویسید توی کامنت ها و لینک رو هم حتما توی توضیحات ویدیو براتون میذارم. خدا نگهدار.